أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعت، البته اولا بار به پروردگار حمد و ثنا گفته، به پیامبر کائنات سرور عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم صلوات گفته، البته به سبب سنه پیامبر علیه السلام که در همینجا ما و شما حاضر هستیم، پروردگار در همه فرزندای ما و شما بخت و سعادت و حیات طولانی و هر یک جمعیت خاندان ما همه خیلی روزای شاد پروردگار تمنا داریم. البته انشاءالله کمتر صحبت میکنیم، امر معروف میکنیم، اکنون انشاءالله حرکت کرده گوش کرده در حیات تطبیق کنیم، انشاءالله ما و شما منفعت دار باشیم. من دوام چیم خوب روشن میکنیم. انشاءالله استادم قدم رنجه کردن، انشاءالله کمتر صحبت میکنیم، سال پستر صحبت کنیم، انشاءالله شاید دیگر برادرها گوش کرده سگی نمو ضرر نرسونه. شاید پروردگار ما و شما تعریف کرد، بهترین امت گفت و سبب امر و معروف. البته امر و معروف شده سگی جان ده گوش کنیم انشاءالله ما و شما نه منفعت. سبب پیامبر علیه السلام پرسی دادن ای الناس خیرون، یا رسول الله این بهترین انسان کدام؟ گفتم بعد پیامبر علیه السلام من طال عمره و حسن عمله، کدام انسان عمرش دراز باشد عملش زیبا باشد، یعنی عمل صالح داشته باشد، همین انسان این بهترین گفتن. demak ما و شما اگر خواهیم که بهترین انسان شویم، عمل صالح، demak عمل صالح کدام عملها عمل صالح نیست. ما شما در انشاءالله امتحان قدر حرکت میکنیم، میفهمیم، انشاءالله گوش کنیم. همین موعظه میشتگی جاندم، موعظه این امر و معروف فرضه. انشاءالله که اشاره کردم مثال سر مدنیت هم که دیگه جان مدنیت ما و شما هم سر همه چیزا هم اعتبار تیمه که خدا خلاصه. الحمدلله پروردگار هم خیلی نعمت ها داد، همه خیلی روزان نصیب گردون که در خونه ما و شما کلام الله شدسته شکرانه کنیم و به پروردگار حمد گوییم. demak عمل صالح همین یکیش امر و معروفه. انا پیامبر علیه السلام پرسیدم کدام انسان این سعادتمندترین انسان؟ گفتم بعد کدام انسان؟ پیامبر علیه السلام عمرش دراز عمل صالح باشه. فای الناس شرون، کدام انسان؟ پیامبر علیه السلام این بدبخت انسان. گفتم بعد عمری دراز داشته باشه و لیکن عمل صالحش نباشه. عمل صالح ما و شما نباشد، ما و شما این یک جمعیت در نزد الله هم در نزد مسلمان هم یک انسان زیانکار بودیم. برای همین عمل صالح فراموش نکنید. پیامبر علیه السلام الکیس گفته که عجیب حدیث دارن، الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد موته والعاجز من اتبع نفسه هواه و تمنع علی الله. آدم زیرک میگه، آدم دونا نفس کار میکنه در باره نفسش، یعنی در سر خنق هم خیس هم مثال کارهای مشقت هم باشه، حاضر وقتی نمازه، حاضر وقتی عبادته، فردا بعد مردن من همین کار من حجت میشود، یا که فردا قبر ندومدم بعد در گورم همه عمل صالح من در تابع میشه. گفته امروز نفسش کار میکنه، در بالای نفسش کار میکنه، خچت کمتر مشقت هم باشه عمل صالح نه شجاعت میکنه. انا که انسان نادان گفتن که انسان نادان کدام انسان که نفسش نه تابع باشه و ای پروردگار تمنی کنه.
بنده خودش عمل صالح نکرده، گفتی پروردگار رو اطاعت نکرده، با ای الله بسیار بسیار چیز پرسه. این آدم نادان بودگیش پیامبر علیه السلام بیان کرده است. demak عجیب حدیث انشالله پیامبر علیه السلام ما و شما در بورم قسم خورد دادیم انشالله هر یکی ما و شما نه یک تشنه هستیم، خواه نیکیشینه خواه پلوس خواه مینوسینه. خواهیم که نیکیش نباشیم گوش کنیم در حیات تطبیق کنیم، شاید پروردگار دنیا هم آخرت هم ما و شما سعادت من کنه. عن ابي كبشة الأنامي رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهم وأحدث لكم فاحفظوه. سه چیز گفتن پیامبر علیه السلام، سه چیز من قسم میخورم، سه چیز برای شما میگم این شما یاد داره. گفتن سه چیز ما و شما پیامبر علیه السلام قسم خورده استیم. demak این یک مهم چیز بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم خورده استیم. فاما الذي يقسم عليه فانه ما نقص مال عبد من صدقاته. یک ما قسم میخوردگی همین که هرگز صدقه فرزند آدم مالش نقصان نمیده، هرگز صدقه میکردگی انسان مالش کم نمیشه. demak این رسول الله قسم خوردن ما همین اعتقاد میکنیم. صدقه احسان میشدگی جان ده احسان میکردگی انسان پروردگار چی گفت تا 700 برابر ما زیاده کرده میکنیم. پیامبر علیه السلام همین قسم خورده است. demak ما و شما در یک محله یتیم باشد یا که یک کار خیرمون باشد اینا دور نکنیم، یا که برای مسجد ساختمانش نیت کردیم انشالله منم حصه‌ام میگذارم گفته همین که کشاره کردن نمیستیم که شیطان نفس همین چیزا ما و شما نمیمونه. یک برادر گفت ای راستی اومدم چند که برای مسجد پول جدا کردم انشالله احسان میکنم. گفت در روز سه روز آنانه همو پول گم کردم، همین میشید که رفته میدادم. ما و شما همین در وقت احسان ما میکردگی عمل ما کرده گیریم فردا بعد افسوس نمیکنیم. انا پیامبر علیه السلام قسم خورد دادن که احسان یا که صدقه هرگز فرزند آدم و مالش نقصان نمیده. با پیامبر علیه السلام قسم خوردن ولا ظلم عبد مظلومه صبر علیه الا زاده الله به عزه. کدام بنده در مظلومی باشه گفتن کدام بنده یک از ظلمش داره همین صبر داره همین الله من نصیب کرده، چی مالی باشه چی قول باشه، یعنی بسخن یک از تجاوز کرده ظلم داره و مظلوم صبر کنه. میگن پیامبر علیه السلام مظلوم گفته یک از جبرش میتیه ناحق مثال این حقش پایمال میکنه عذابش میتیه همین مظلوم میگن. مظلوم همه کار صبر کنه میگن فقط پروردگار همه مظلوم عزیز میکنه خلاص، یعنی ظالم پروردگار خار میکنه. پیامبر علیه السلام همین دم قسم خورد دادن ولا فتح باب المسأله الا فتح الله علیه باب الفقر. سیم گفتن کدام انسان برای خودش طلبنده برای خودش پرسیدنیه، یعنی ای آدمو بسیار تمنی کنه مثال یک چیز در خونش های همه چیز همسایه پرسه رزق که الله دادگی با برای یک متای دنیا به دست رای کردن با پیش انسان سرخم کرده پرسه میگن، یعنی طلبندگی برای خودش یک عادت کنه. میگن پیامبر علیه السلام فقط همینه پروردگار در رزق همین طلبندگی یعنی فقیری گفتگی چیزا نویسته میمونه، یعنی تا حیات کمبغل فقیر مسکین حالت حیات میبره. بنده باید چیکار کردن نکار بود ای الله پرسیدن نکار. بنده رزقش پروردگار و ما فی الارض دابة الا علی الله رزقها. در روی زمین کدام راه میگشتگی حیوان می جاندار می رزقش در ذمه الله گفت. demak بنده رزقش ای الله پرسیدن نکار. در جای ای بنده پرسیدن بعد پروردگار در فقر برای این انسان میکشیده. پیامبر علیه السلام در حدیث دوام دادن 4 انسان نگفتن 4 انسان من حدیث در باره اینا حدیث میکنم شما این من یاد داره. دو طایفش طرفی پلوس یعنی
انسانهای صالح گفتن و دو طایفش انسانهای بد در دنیا هم در آخرت هم. گفتم پیامبر علیه السلام فبأفضل المنازل عبد رزقه الله مالا وعليه فهو يتقي فيه ربه ويصلي رحمه ويعمل فيه لله. یک بنده گفتم پروردگار مال میتید و علم میتید و بنده در مالش در علمش عمل میکنه، یعنی مالش نه زکاتش میتید احسانش میکنه و علمش نه عمل میکنه. هر یکی ما و شما امروز علم داریم الحمدلله، نماز خوندن میدونیم، نماز فرض بدنش میدونیم. همین اگر نکنیم فردا نزد الله نه ما و شما یک طایفه متهم میشیم. الله علم داد، مال داد، شرایط داد، فرصت داد، لیکن ما و شما الله نه عبادت نکردیم. demak پیامبر علیه السلام گفتن کدام بنده پروردگار مال داد، علم داد و این بنده اگر در راه توغری مالش احسان کنه و علمش عمل کنه و تقوا کنه، گفتن صله رحم کرده، همین بنده این بهترین منزل در روی نزد الله، یعنی در نزد الله این بهترین یک طایفه. دیم طایفه گفتن دیم طایفه یک انسان الله علم داد لیکن مال نداد. همین بنده علمش عمل میکنه، نماز فرض بدنش میدونه، نمازش در وقت میخونه، زکاتش میده، نماز روزش میگیره و میگه که من اگر مثل فلانچی الله منم دولت میداد منم احسان میکردم، منم برای مسجد امروز حصه خدمت میگذاشتم، منم برای یتیمان این میکردم. گفته نیت میکنه. میگم پیامبر علیه السلام همین یکم که دیم انسان هر دشت اجر نبرآورند، یعنی یکمش هم عبادت کرد هم احسان کرد، دیمش عبادت داره و احسان کردن قربان نداره. پروردگار همین نیت این که خالص نیت کرده است، پروردگار هر دشه اجرش یک پهاننده یک مرتبه تنگ میکنه. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يختفي فيه مال بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأبخس المنزل. سیم طایفه گفتن سیم طایفه یک بنده پروردگار مال میتیه لیکن پروردگار علم نمیتیه. همین بنده مال در جای جاش نبودگی، یعنی در حق ادا نمیکنه، در راه رضاگی الله مالش صرف نمیکنه، بلکه در راه گناه، در راه فسق و فساد. صله رحم یعنی بخشش به نزدیکا رفت و بیا نمیکنه، ای سبب مالش کبر متکبری میکنه. میگن و چهارم طایفش میگن چهارم طایفش مال نداره، علم نداره، لیکن چی میگه؟ منم اگر در حیات مال میداشتم، پول میداشتم، به مانند فلانچی کیف و صفا میکردم، مزه کرده حیات میبردم. گفته همین انسان نیت میکنه، میگه هر دو همین هم میگه در منزل یک این بدبخترین منزل اندر میگه. برای همین دیمک چهار طایفه پیامبر علیه السلام گفتن. این پیامبر علیه السلام گفتنش در حیات ما و شما ما ندر کنه، الله نه یا رسول نه یا که دامنا دیگه، فقط ما و شما ندر کنه. برادران دیمک خواهیم که یکی ای بهترین انسان شه، عمل صالح ما کرده، عبادت ما کرده میگیریم انشاءالله. سبب حیات ما و شما سنا حیات نسل، فردا بعد سنا بعد دل ما و شما پوشیده شدن. بعد بعض انسان ها میگفتند ترود فی دنیا، ما در دنیا گردون ای دیگه عمل صالح میکنیم، حیات دنیا نه ما عملهای صالح مو نبوده، ما خطا کردیم گفتم بعد. لیکن اوزه دیم بار برای انسان ها حیات دنیا گردوندن امکانیت داده نمیشده. demak محترم جماعت، ما و شما اگر همین خلاصه کنیم خدا ما حیات مو در دست خدا مونده و من عمل صالحا فعلیه و من اساء فعلیه. کدام انسان عمل صالح کنه برای خودش میکنه، کدام انسان عمل فجر گناه کنه برای خودش. برای همین محترم جماعت امروز ما و شما در حیات غنیمت عمل صالح ما کرده گیریم. سبب این دنیای ما و شما
ابدی نیست. این دنیای ما و شما همه یک دور بره 100 ساله خلاص، ای 100 سال نمیگذره. برای همین تا همین حیات بودن و حیاتمون میکردگی عمل ها ما کرده گیریم انشالله فردا نزد الله بودن، فردا پیش ممکن نکیر حساب کتاب بودن در دل جواب میتیم انشالله. پیامبر علیه السلام لو کان لابن آدم وادی من المال لابتغى ثالثا لا يمنع الابجاف ابن آدم الا التراب و یتوب الله علی من تاب. ما دنیا کارش کرده استیم. پیامبر علیه السلام گفته اگر برای فرزند آدم دتا وادی طلا باشه، یعنی دتا کی طلایی باشه، سیمش طلب میکنه. گفته هرگز شکم آدم سیر نمیشه مگرم خاک پر میکنه بعد سیر میشه. یعنی کدام وقت لحظه نمیمونن بعد همین همون انسان تمام. تا حیات انسان دنیا نه تلپونش حرکت میکرده. این انسان بدهی خصوصیت در دام گفتن کدام بنده توبه کنه الله توبهش اجابت میکنه. برای همین امروز ما و شما در حال توبه کردن امکانیت داریم، عبادت کردن امکانیت داریم. محترم جماعت امکانیت های دست بار ندیم، عبادت ها ما در وقتش کنیم. فردا انشالله فردا نزد الله نه حساب کتاب رفتن بعد وقتی جان به حق تسلیم کردن اومدن بعد ما و شما فهمیده و داد گویم افسوس که او ندای ما او پشیمونی ما نداره. صد افسوس. برای محترم جماعت در اینجا استاد حاضرم. الله همه کل ما و شما استاد داد، همه کل برای جمعیت خدمت کردگی اهل علم داد. پیامبر علیه السلام من وقر عالما وقر الله. کدام انسان عالم اهل علم احترام کنه حرمت کنه الله حرمت کرده میگن. demek اهل علم بی قسم باشه، اهل علم بی پروا باشه، demek همون انسان کیه نسبتا بی پروا بوده. سبب اهل علم چیکار میکنه؟ پروردگار آیت چه سخن رسول الله ما و شما نمیگه. علما میگن کدام انسان اهل علم دوست داشته شه پروردگار از ذریات همون انسان اهل علم اهل قرآن پروردگار میبرونه. کدام انسان اهل علم دوست نداشته شه اهل علم بد بینه همون انسان از شجرش هرگز اهل علم نمیبرونه. البته ما و شما جمعیت مملکت استاد اهل علم پروردگار داد می قدرش نرسه دیگه جان محتاجم. برای ما معیزه کن برای ما اومده جمعه خونده گفته محتاج است، لیکن ما و شما الله داد شکرانه کنیم و گوش کنیم انشاءالله ما و شما منفعت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.